สวัสดีนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างخوش اومدید به جلسه 4 ما از حروف صدادار زبان تایلندی. جلسه قبلی ما 2 تا حرف صدادار رو یاد گرفتیم. سر ام و سر ای. این جلسه قراره 2 تا حرف صدادار دیگر رو با هم دیگه یاد بگیریم که 2 تاشون بلند و 2 تاشون کوتاه هستن. اگر که آماده‌اید بریم که شروع کنیم. بایگن لای. حروف صدادار این جلسمون هم باز ترکیب از صدای بلند و صدای کوتاه هست که میخوام برخلاف جلسات قبل از صدای بلند شروع کنم. صدای بلند ما به این شکل نوشته میشه. خب از بالا میتونید بنویسیدش و بیاید پایین، صاف میاد پایین و همینجا میتونم از پایین بنویسمش برم بالا. خب صدای چی داره؟ صداش هست ا و اسمش هست سارا و بلند و طولانیه. همونطور که نوشتم میبینید که قبل از حرف بی صدا میاد. همونطور که اینجا قبل از او انگ اومده، اینجا جایگاه حرف بی صدا هست. مثلا میخوام با حروف مختلف تلفظش کنم. مثلا با گو گای، گ ل ب و به این صورت. 2 تا مثال آوردم براش پایین، میتونید ببینید. اولین مثال ما هست تله به معنای دریا و مثال بعدی اون هست ویلا به معنای وقت یا زمانه. خب و همونطور که میبینید توی این کلمه 2 تا حرف بلند داریم، حرف صدادار بلند. سارا ا که الان یادش گرفتیم و سارا ا که جلسات اول یادش گرفتیم. پس این کلمه یک کلمه‌ایه که باید طولانی تلفظ بشه. ویلا به این صورت. خب حرف صدادار بعدیمون که جزو صداهای کوتاه ما هست، می‌بینید که کاملا شبیه حرف بلند ما نوشته میشه. دقیقاً به همون شکل، هیچ تفاوتی نداره. ولی این چیه اینجا؟ اینو یاد گرفتیم. این هست سارا ا و چی بود؟ صدای کوتاهی داشت. یادتونه صدای کوتاه داشت. حالا این 2 تا در واقع با هم ترکیب شدن و میشه صدای ا و کوتاه. پس چی شد؟ من یک کد همین الان بهتون میگم، چون که ما جلوتر خیلی با این حروف سر و کار داریم. بازم داریم از این حروف که این شکلی سر ا اومده چسبیده بهشون و کوتاهشون کرده. میخوام از همین الان یه نکته‌ای بهتون بگم. خب ما هر حرف صداداری که دارای صدای بلند باشه، مثل همین سارا ا، اگر سارا ا به این شکل بیاد و باهاش ترکیب بشه، باعث میشه اون حرف که صدای بلندی داره صداش رو کوتاه میکنه. پس سارا ا صدا رو کوتاه میکنه، مثل همین حرف که صداش شده ا و کوتاه شده. حالا جریان چیه؟ اینجا ما حروف بی صدا رو جایگذاری میکنیم. مثلا من میخوام با همون گوگای برم جلو، من عاشق گوگای هستم، مینویسمش میشه گ. با بلا مینویسمش میشه ب و کوتاه. مثال آوردم براش، مثالش هست ب به معنای لگد. خب بریم سراغ حرف بعدیمون. خب حرف بعدیمون هم همونطور که مشاهده میکنید خیلی شبیه به حرف قبلیمونه. درسته شبیه هست، دقیقاً همون حرف قبلیمونه، ولی این 2 بار نوشته میشه. میبینید به این شکل 2 بار کنار هم دیگه نوشته میشه. به بچه‌ها هیچ فاصله ای نداره. میبینید که کاملا نزدیک به هم دیگه هستن. صداش چی هست؟ صدای ا سارا ا
یه کمی صدا از ته گلو میاد. حرف قبلیمون ا بود، ا مثل فارسی خودمون، ولی این یه کمی از ته گلو میاد و بلند و طولانی هم هست و همونطور که میبینید قبل از حروف بی صدا میاد، مثل گ، گ یا ل، ل. و یک نکته رو اگر من بخوام بگم، توی کیبوردتون اگر دقت بکنید این حرف جایگاه جدایی داره از این حرف، یعنی حرف قبلیمون، و اینطور نیست که شما بیاید اینو دوبار بنویسید و این تشکیل بشه. در واقع این اشتباه، اینطوری درست نیست، چون اون موقع بینشون فاصله میفته. خب 2 تا مثال آوردم براش. مثال اولمون هست پنگ، پنگ، پنگ به معنای گران قیمت یا گران، و میو، میو، میو به معنای گربه هست. حالا حرف صدادار بعدیمون که در واقع صدای کوتاه همین هست میشه سرعه، سرعه و کوتاه هست همونطور که مشاهده. من اینجا فارسی باز دوباره براتون نوشتم صدای چی میده و همون نکته رو که بهتون گفتم دوباره اینجا با سرعت ترکیب شده و صداش کوتاه شده. همونطور که میبینید دقیقاً مثل حرف قبلی، حرف بی صدا در واقع این وسط قرار میگیره و دوباره بخوام مثال بزنم با گوگای عزیزم میشه گ، گ یا ب، ب. بچه‌ها به گوش، خب شاید برای کسی که تازه تایلندی رو شروع کرده باشه یا هنوز خیلی خوب بلد نباشه نتونه تفاوت این دوتا رو تشخیص بده. خب خیلی شبیه هم هستن ولی تلفظشون واقعا فرق داره. اینطور نیست که بگم تلفظشون یکیه یا یک کوچولو تفاوت، نه. نمیدونم میدونید یا نه، ما توی زبان کره‌ای، خب این که اینجا بزرگ کنم جا خالی بشه، ما باز 2 تا ا داشتیم برای اونایی که کره‌ای بلدن، یکی این بود یکی این بود. خب 2 تاشون صدای ا میدادن ولی صداهاشون خیلی فرقی نمیکرد یا یک فرق خیلی خیلی کوچیک که حتی شاید خود کره‌ای‌ها متوجه فرقش نمی‌شدن و جایگاه‌هاشون ولی فرق می‌کرد. حالا نمی‌خوام خیلی واردش بشم ولی برای اونایی که کره‌ایشون کمی بهتر زبان تایلندی با کره فکر می‌کنم بیشتر آشنایی دارید بیشترتون، گفتم اینو براتون مثال بزنم. و به این صورت ولی صداهاشون کاملا متفاوتن بچه‌ها. اینطور نیست که 90% یا 100% شبیه هم دیگن، کاملا متفاوتن و هر کدومشون صدای جداگانه‌ای دارن با اینکه شبیه به هم تقریبا نوشته میشن. خب و تفاوتش هم گفتم دیگه، این حرف کمی از ته گلو تلفظ میشه ا، ولی اون حرف قبلی اون ا و توی دهان در واقع تلفظ میشه. خب مثال چی زدم؟ مثال چی آوردم؟ مثال اولم هست ل، ل، ل به معنای و میبینید بچه ها من خیلی کوتاه اینا رو تلفظ میکنم، مهمه که کوتاه تلفظ بشه. ل به معنای و همون حرف ربط و هست. و بعدی هست گ، گ به معنای گوسفند، گ. حالا من جمله این پایین براتون آوردم، خیلی رفته پایین، نمیدونم چرا کمی زوم میکنم. بله یه جمله آوردم براتون، خیلی جمله ساده و در واقع آسونی هست و براتون میخونم و ترجمهش هم میکنم قطعا. سه سوی ل پنگ. یه بار دیگه سه سوی ل پنگ، سه سوی ل پنگ. خب حالا اینجا جریان چی هست؟ اول ترجمه میکنم. سه که اینجا میبینید به معنای لباس، لباس. سوی به معنای زیباست، زیبا، خوشگل. ل که همین بالا یادش گرفتیم به معنای و بود. و پنگ که اینجا میبینیدش، درسته، به معنای گران،
بود، گران قیمت. پس میشه لباس زیبا و گران. ولی نکته تلفظی در واقع اینجاست. صدای کوتاه، صدای بلند، ولی صدای یکسان. هر دوتاشون صدای ای دارن، ولی این کوتاهه و این بلنده. لپنگ، لپنگ، لپنگ. بچه این ل خب انقدر صداش کوتاهه که وقتی دارید فیلم نگاه میکنید، حالا یا یک چیز حالا مصاحبه تایلندی رو نگاه میکنید، این خیلی سخت شاید به گوش شما شنیده بشه. چرا؟ چون تایلندی ها خیلی در حالت عادی تند صحبت میکنن. خب ما هم همینطور هستیم و خیلی باید دقت کنید تا اینو بشنوید. و باید بهتون بگم که انقدر کوتاه صداش که خیلی واضح شنیده نمیشه. اینم از این 2 حرف رو یاد گرفتیم و بریم سراغ تمرینامون. تمرینایی که این جلسه قرار داشته باشیم. خب مثل جلسات قبلی ازتون میخوام که کلمات توی درس خب اینا رو برای من بنویسید و در واقع بازشون کنید. مثل جلسات قبلی که ما این داستانا رو داریم، هر جلسه دیگه شما باید بهش عادت کرده باشید. دیگه مثالش رو حل نمی کنم که چطور باید انجامش بدید، چون که کلمات زیادم نیستن و اگر انجام بدم از کلمات شما کم میشه. ولی دوست دارم این تکلیفم به شما بدم. بیاین به این جمله دقت بکنیم. میخوام این جمله که پایین نوشتم رو برای من بیاید بازش بکنید. یعنی چی؟ یعنی کلمه به کلمه بکنید و هر کلمه رو البته به ترتیب که نوشته شده لطفاً به این ترتیب بیاید برای من بازش بکنید. حالا من یه بار اینجا براتون می نویسمش. تقریبا همه حرفاش رو شما تا الان یاد گرفتید. خب به جز یک سری از حروف که الان بهتون میگم چی هستن. خب جاش نمیشه، این پایین می نویسمش. شما الان همه حروف رو بلدید، از لحاظ حروف صدادار میگم و بچه ها، به جز این حرف خب که اصلا مشکل نیست. الان خودم این رو برای شما بازش میکنم و جلوتر قطعا اینو یادتون خواهم داد، ولی فعلا برای اینکه کارتون را بیفته توی این تمرین میخوام براتون انجامش بدم. خب حالا یه سوالی ممکنه برای خیلیاتون پیش بیاد. خب گفتیم این هست سه و گفتیم که این صدای ا داره. پس صدای ا در این کلمه کجاست؟ من صدای ا نمیشنوم. سیا. بچه‌ها در واقع اگر بخوام اینو بازش بکنم، مساوی میذارم اینجا، اول از حرف بی صدام شروع میکنم که صدای سه میداد. سیا یادتونه؟ به اضافه تون، این بالا تون دارم، تونم رو هم می نویسم. به اضافه حرف صداداری که اینجا دارم جزو حروف صدادار ترکیبی هست، یعنی به این شکله. خب و صدای ا داره، ا و ترکیبش میشه سیا. به این شکله ا در واقع. جلوتر یادتون میدم، حالا نمیخوام خیلی گیجتون بکنم. حالا اگر میخواد اینو انجام بدید کلمه به کلمه دیگه، بعدش اینو و بعد این و بعد اینو بعد برای من انجام بدید، لطفاً اینو هم بنویسید و از این غافل نشید. حالا میتونید از اینجا بنویسید یا اگر یاد گرفتید از روی خودتون بنویسید. اینم از حرف صدادار و تمرینای این جلسمون.
ثبت نام دوره‌های زبان تایلندی به زودی شروع میشه. پس اگر به این زبان علاقه داری و دوست داری بهتر و پیشرفته‌تر یادش بگیری، این فرصت استثنایی رو از دست نده. اطلاعات بیشتر و کاملتر توی چنل تلگرامه که این پایین لینکشو برات گذاشتم.